8 نشانه اصلی بروز بیماری گند خون که نباید اون رو نادیده بگیریم. سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون عالی باشه. اشکان هستم و قراره که داخل این ویدیو با هم 8 تا نشانه بروز بیماری گند خون رو صحبت کنیم. این نشانه‌ها اکثرا نشانه‌هایی هستن که مردم بهشون بی‌توجهن و ما باید زمانی که این نشانه‌ها رو توی بدن خودمون یا دوستان و اطرافیانمون دیدیم حتما به پزشک مراجعه بکنیم. خب بچه‌ها، اولین نشانه افزایش تشنج و سردرده. تغییرات در سطح گند خون میتونه که باعث تغییرات روانشناختی بشه و در نتیجه اون تشنج‌ها و سردردها خیلی بیشتر میشه و افزایش پیدا میکنه. پس اگر که سردردهای خیلی شدیدی داریم، احتمال داره که به خاطر گند خون ما باشه. دومین نشانه بی‌اشتهایی و لاغریه. اگر که شما بیش از حد احساس گرسنگی میکنید، در عین حال وزن خودتون رو هم از دست میدین، به خاطر بیماری گند خونتون رو و حتما باید به پزشک مراجعه بکنید و با پزشکتون صحبت کنید. سومین گزینه افزایش تحریکه. اگر که متوجه شدین بدنتون بیش از حد عرق میکنه، این عرق کردن یکی از عامل‌های اصلی بروز بیماری گند خونه و اگر که اینطوری باشه به احتمال خیلی زیاد به گند خون دچار شدین. چهارمین گزینه خشکی دهان و تشنگی بیش از حد. افزایش گند خون باعث تشنگی زیاد و خشکی دهان میشه. اگر این علائم رو تجربه میکنید حتما بهتر که با پزشک خودتون مشورت کنید. پنجمین نشانه بیقراری و اضطرابه. تغییرات در سطح خون میتونه که باعث افزایش سطح استرس در بدن بشه و روی وضعیت روحی تاثیر بذاره و در نتیجه اون اضطراب و بیقراری میاره. ششمین نشانه کاهش تمرکز و کارایی. بیماری گند خون میتونه که تمرکز و توانایی کارایی شما رو کاهش بده و اگر این تغییرات رو تجربه میکنید حتما باید با پزشک مشاور خودتون صحبت کنید. هفتمین نشانه بروز خستگی و خواب‌آلودگیه. افزایش گند خون میتونه باعث خستگی زیاد، خواب‌آلودگی و انرژی کم بشه. اگر توی همین حالت قرار داریم بهتره که حتما با پزشک خودتون صحبت بکنید. خب بچه‌ها، میرسیم به آخرین نشانه و اصلی ترین نشانه بیماری گند خون. زخم‌های بهبود ناپذیر و التهابات بالا بودن سطح گند خون میتونه باعث کاهش قدرت بهبود زخم‌ها و درمان التهابات بشه و اگر زخم‌هایی توی بدنتون وجود داره که بهبود پیدا نمی‌کنه و بهتر نمیشه، حتما باید با پزشک خودتون صحبت بکنید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه و بتونید که با کمک این ویدیو نشانه‌های بروز بیماری گند خون رو درک بکنید. اما باید تاکید بکنم که هیچ تشخیصی بدون مشاوره و معاینه پزشکی صحیح نیست. بنابراین اگر که شما یا عزیزانتون با هر یک از این نشانه‌ها مواجه شدین، بهتره که فوراً به پزشک خودتون مراجعه بکنید. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. حتما کانال من رو ساب بکنید و زنگوله رو بزنید و اگر که هر نظری داشتین داخل بخش کامنت ها برای من بنویسید.